من چند سال پیش در یک از صحبت‌هایم که شما تازه شروع کرده بودید این قانونشکنی‌ها، جنایت‌ها و تحقیر و تهدیدها را بالای حزب نهضت تقریبا سال‌های 2012 یا 2013 در یک از صحبت‌ها به شما یک توصیه داده بودم که اگر شما واقعا می‌خواهید که مردم شما را دوست بدارد، مردم به شما رأی بدهد و شما دیگر نیاز برای تقلب و برای فشار بالای مردم نداشته باشید، در انتخابات‌ها، صحنه‌سازی‌ها ضرورت نداشته باشد، یک کار بسیار ساده می‌توانید کردن. شما مسئولیت خود را همچون حکومت در نزد ملت انجام بدهید. قانون‌های کشور را رعایت کنید، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را رعایت کنید، پول مردم را ندزدید، به مردم حقش را بدهید. مردم حتما شما را دوست خواهد داشت، از شما پشتیبانی خواهد کرد. شما دیگر نیاز به این پروپاگاندا ندارید، به این تبلیغات دروغ شبانه روزی از رادیو و تلویزیون و با این فیک ها، هزارها فیکی تشکیل کرده تون ندارید. شما نیاز به تحقیر و تهدید و فشار به مردم دیگر ندارید. نیاز به آن نیست که انتخابات ها را تقلب کنید. مثل هر کشور دیگر، مثل هر این حکومت دیگر، حزب حاکم دیگر، میتونید خیلی راحت در انتخابات ها رأی مردم را به دست بیارید، مثل که در آلمان هست، در فرانسه هست. اما وقتی که شما مسئولیت خود را انجام نمیدهید و مردم همون طوری که باید خدمت کنید خدمت نمیکنید، طبیعی است که مردم رأیشون رو به حزب نهضت، به حزب سوسیال دموکرات، به حزب کمونیست و به حزب‌های دیگر میدهد. شما از ترس آن که حزب تاجیکستانی نو که رئیس و مؤسسش را زید سیدوف را زندانی کردید، شما میدونید که در بین مردم محبوبیت ندارد. اگر زید این حزب را ثبت کنه، در اولین انتخابات شما را شکست خواهد داد. شما از این ترسیدید و او را وارد زندان کردید. این مشورت و نصیحت رو من به شما تقریبا 4 یا 5 سال پیش داده بودم. حالا همین مشورت رو به شکل دیگر به شما عرض میکنم که اگر واقعا میخواهید که مردم برگردد به تاجیکستان، مردم به خارج هجرت نکند، از مبارزه سیاسی به این شکل که هست دست بکشد و مبارزه سیاسی را در داخل کشور همون طوری که 10-15 سال پیش بود ادامه بدهد، چند راهی هست، چند کاری ساده و آسانی را باید شما انجام بدهید. یکی این که تمام زندانی های سیاسی را که با تهمت و دروغ پس پنجره بردید از زندان آزاد کنید. شماره آنها چند هزار هست. بله درست است که شماره معروف 250 نفر از شخصیت های معروف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از حزب سوسیال دموکرات مثل ادوکات شهرت قدرتوف یا ادوکات های دیگر مثل بزرگمیر، رهبران و مسئولین حزب های دیگر مثل محمد رضا اسکندروف، زید سیدوف و ده ها نفران دیگر، محبوسین دینی که با اتهام سلفیه و تبلیغ یا گروه های دیگر وارد زندان کردید، اینها را به چون و چرا آزاد کنید. دوم اینکه پولهای دزدیده‌تان را که در صورت حساب‌های پنهانیتون در خارج حفظ میکنید که مقدارش به میلیاردها میرسد و چند برابر بیشتر از بودجه کشور هست، اونها را برگردونید به ملت. این پول شما نیست، این پول ملت است. دزدیدید، با هر راهی که بردید تا امروز هر چقدر که توانستید از آن استفاده بردید، مالکیت خریدید در خارج در داخل، ولی باقی مونده‌اش که در اون صورت حساب‌ها هست برگردونید. در آینده دیگر به دزدیدن پول مردم با هر راه مشغول نباشید. اون راههایی را که پولاکی کردید، یگانه راهی پیوست کردن بین شمال و جنوب که مردم دیگر اصلا راهی ندارند که انتخاب کنند، شما پولاکی کردید، پولش هم خارج در صورت حساب‌های شخصیتون می‌رود. این تمام وسیله‌ها و امکانیت‌های پول کار کردن، از شهادتنامه رانندگی گرفتن تا تست و تا سنجش‌هایی که پاسپورت فروشی، همه جایی که در اونجا پول هست همه رو شخصی کردید، خصوصی کردید به یک عائله و یک گروه، و این پول هم نه به بودجه دولت میرن، اینا همه در صورت حساب‌های شخصی در جزیره‌های آفشاری مثل ویرجین، پاناما و غیره نگهداری میشود. الکی سری نخ پیدا شد. این گزارشی که اخیراً یکی از سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد و جنایت‌های متشکل پرونده شما را تحقیق کرد، بعد 1 سال از آموزش به این نتیجه رسید و با فکت و دلیل با سندها دارن نشر میکنن که شما چقدر پول دزدیدید و حتی رشوه‌دهی
و رشوه‌ستانی را از داخل کشور که خیلی رواج یافته است شما به یک فرهنگ تبدیلش دادید، این را کوچاندید به خارج و الکی معلومات ها درباره رشوه دادن و رشوه گرفتن از خارجی ها برای یک لیسانس با امضای پرزیدنت الکی نشر شد که 2,700,000 دلار تنها برای یک امضای پرزیدنت در یک لیسانس برای کارکرد طلا از طرف خارجی ها پرداخته شد. من در این موضوع حتما در صحبت‌های بعدی با فکت و دلیل‌ها و سندها صحبت خواهم کرد ان شاء الله در یک فرصتی مناسب. اما حالا با همین در این موضوع با همین اکتفا میکنم که پول ملت رو برگردانید و قدم سومتون این برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی است. شما هیچگاه در تاریخ حکومتداریتون حتی یک انتخابات دموکراتی و شفاف برگزار نکردید. از انتخابات اول اینکه عبدالله جانوف پیروز شده بود در انتخابات پرزیدنتی تا به بعدی همه انتخابات ها تقلبی با ساختکاری، کمیسیون انتخاباتی تنها از یک حزب و با راه‌های گوناگون نتیجه انتخابات را گرفتید. شما باید که تمام این انتخابات ها را از این به بعد شفاف، دموکراتی، زیر نظارت ناظران بین المللی و داخل برگزار کنید. مردم بتواند پرزیدنت را هر کی را که میخواد پرزیدنت انتخاب کند، هر کی را میخواد وکیل انتخاب کند، هر کی را میخواد وزیر و رئیس ولایت و ناحیه انتخاب کند، حتی رئیس جماعت را هم باید مردم مستقیما خودشان انتخاب کنند اونی را که میخواهند، نه اینکه کسی را که شما بالاشون با امضا تحمیل میکنید، پول میگیرید، وظیفه را میفروشید و اون بنده خدا مجبور است برای قرضهای خود را کندن که این پول را به شما داده بود از مردم در نوبت خود پول بستاند. شما اگر این سه کاری ساده و آسان را که هیچ بودجه نمیخواهد، پول نمیخواهد، نه از بودجه دولت نه از جای دیگر، زحمت زیاد هم نمیخواهد، اگر شما اینها را انجام دادید مطمئن باشید که در خارج یگان تاجیک غیر از دیپلمات ها، غیر از دانشجویان باقی نخواهد موند و یا اون کسانی که برای تجارت رفت آمد میکنن، برای سیاحت رفت آمد میکنن، برای طبابت میروند. همچون مبارزی سیاسی هیچ کس در خارج نخواهند موند، همه برمیگردند، همه فعالیت خود را در داخل ادامه خواهند داد. اما چون شما از انتخابات های شفاف میترسید و میدانید که در اولین انتخابات مغلوب خواهید شد، من باور دارم که این کار را انجام نخواهید داد. اما چون شما این همه پولهای دزدیده‌تان رو میترسید که به ملت برگردانید، اصلا نه تنها میترسید، خواهش برگردوندن هم ندارید، میدونم که این کار را نخواهید کرد. شما شاید که چندی از زندانی های سیاسی را آزاد کنید، ولی باز هم باور ندارم که همه اون کسانی را که با تهمت پسی پنجره بردید با خواهش خودتان آزاد کنید. البته ما در مسئله برگرداندن پولها، در مسئله برگزار کردن انتخابات شفاف فعالیت خود را ادامه خواهیم داد، شاید که این کمی وقتی بیشتر بگیرد، اما مطمئن باشید که در مسئله آزاد کردن زندانی ها فعالیت ما بیشتر خواهد شد و این کاری که اخیراً صورت گرفت که سازمان ملل همچون بالاترین سطح بین المللی، همچون یک سازمانی که شما حکومت جمهوری تاجیکستان هم در اونجا عضو هستید، نهایتاً قرار خود را برآورد بعد از آموزش زیاد که پرونده محمد علی حید پرونده ساخته، دروغین و پر از تهمت است و وظیفه‌دار کرد حکومت جمهوری تاجیکستان را که در مدت 6 ماه محمد علی حید را از زندان آزاد کند و نه تنها آزاد کند بلکه برای محمد علی برای این همه شکنجه و عذاب و پامال کردن حقوقایش جبران پرداخت کند. این درخواست حقوقی است، دیپلماتی است. اگر اون رو به زبان عادی تاجیکی برگردانیم، سازمان ملل متحد، جامعه جهانی به شما گفته است که شما یک جنایتکار هستید. شما حقوق محمد علی حید را پامال کردید، شما او را با تهمت زندانی کردید، شما باید هم آزادش کنید و هم عذرخواهی کنید، جبران پرداخت کنید. اگر دادگاه بین المللی می بود که تاجیکستان عضو آن می بود، الکی پرونده شما به دادگاه جنایی بین المللی رفته بود، اما تاجیکستان برخلاف کشورهای اروپایی عضو یگان دادگاه بین المللی نیست. اگر تاجیکستان مثل آذربایجان، مثل روسیه، مثل دیگر کشورهای اروپایی، ترکیه عضو دادگاه اروپایی حقوق بشر می بود، حتما پرونده شما به این دادگاه می رفت و ما پیروز خواهیم
بود. اما متاسفانه تاجیکستان عضو این دادگاه بین المللی نیست، مگر اینکه پرونده‌ای که دارد آماده می‌شود برای دادگاه بین المللی جنایی برای جنایت ضد بشریت که در گاگ هست و این پرونده ها دارن در اونجا آماده میشن. اما نکته خیلی مهم اینجا هست که وقتی که سازمان ملل درباره محمد علی حید این خلاصه را برآورد، این چه معنی دارد؟ معنی آن را دارد که سازمان ملل متحد تمام کسانی را که با این پرونده مشترک وارد زندان شدند آنها را گناهکار نمی‌حسابد، نه تنها آنها را تروریست و اکستریمیست نمی‌حسابد مثل که شما مقامداران تاجیکستان تهمت میکنید، بلکه آنها را مظلوم حسابد، آنها را باید آزاد کنید. چون سازمان ملل تجربه و روش بررسی کردن پرونده های دست جمعانه را ندارد، هر یک پرونده را علاهیده میبینند. پرونده محمد علی حید همچون نمونه از بین همه این پرونده ها انتخاب شد. میتوانست پرونده سید عمر حسینی باشد، زبیدالله رازق باشد، عبدالقاری دولت باشد، رحمت الله رجب باشد، هر کسی دیگر باشد، زید سعید باشد. اتفاقا پرونده اینها هم زید سعید و بزرگمهر یاروف اینها هم در کمیته حقوق بشر سازمان ملل هست. ما با اونجا فرستادیم، داریم تلاش میکنیم، اونها هم به زودی بررسی خواهند شد. اما وقتی که اونها یک پرونده را انتخاباً گرفتند و بررسی کردند به این نتیجه رسیدن، معنی آن را دارد که این خلاصه بالای همه این برادران تطبیق می شود. یعنی این خلاصه برای سید عمر حسینی است، برای سیف الله زاده است، برای داملا محمد علی فیض محمد است و برای دهها و صدها زندانی سیاسی دیگر است که در پس پنجره شما مظلومانه نشستند. بنابراین وظیفه شما این است که هر چه زودتر این درخواست بین المللی را انجام دهید و جنایت های خود را یک کمی کمتر کنید. من این نکته را بار دیگر هم برای شما و برای بعضی از مسئولین در حکومت که هنوز هم وجدان انسانی دارند، ما خبرهای به ما میرسد که برخی از مسئولین حکومتی وقتی که این سفارش‌های جنایتکارانه را اجرا میکنن خودشون خیلی ناراحتن و حتی بعضیشون اشک هم میریزن پنهانی و به یک شکل این پیام‌ها را میرسونن، عذرخواهی میکنن که ما دیگر علاج نداریم. من هم به این گروه و هم به اون کسانی که آشکار دست به جنایت میزنند این پیام رو میفرستم که شما هر چقدری که امکان دارد از این به بعد کارنامه خودتون را از این صحیفه‌های جنایتکارانه پاک کنید، چون دیر یا زود ملت حتما شما را در دادگاه خود خواهد کشید. آنه که پروردگار جزای شما را خواهد داد این حواله است به خود پروردگار، حاکم و داور خودش است در روز قیامت. اما ما بندگان، ما این ملت، کسانی که میخواهند یک وطنی آزاد و آباد داشته باشند و این ظلم و ستم را از کشور، از وطن ریشه کن کنند، حتما شما را روز به این دادگاه ملی خواهد کشید و وقتش را فقط خداوند میداند. اما بدانید که زیاد طولانی نیست و هیچ ضرورت ندارد که از حال شما پرونده خود را بد کنید، سنگین تر کنید. مثل این کارمند مقامات حفظ حقوق، میلیسیونری که آشکار با زبان خودش میگوید که چگونه من یک مادر رو دعوت میکنم به اداره و فشار میارم، شکنجه میکنم که تا اینکه این حساب و کتاب رو با کسی فرزندش برابر کنید. شما نامردها چرا به فرزندی او را که حالا جنایت کرده است یا شما میخواهید با تهمت مبلغ را از او بستانید، با مادرش چه ربط دارد که پدر و مادر او را دعوت میکنید این شکنجه را بالای او روا میبینید؟ مگر این است اسلوب شما؟ مگر این نشان نمیدهد که شما هزارها پرونده این مظلومین و این محبوسین را با همین راه پرونده سازی کردید؟ با راه لطکوب، با راه فشار، با راه زنها، مادران، فرزندان. مگر این بیانگر آن است که شما این 16-17 نفری را که فخر میکنید که ما برگرداندیم به تاجیکستان با فهماندهی، با این راه برگرداندن شما با راه فشار بالای پدر و مادر است، با راه تهدید کردن است، با راه گرفتن مالکیت است. این را با زبان خودتان میگید. پس پیام ما به شما است، این تهدید نیست، این هشدار نیست، این فقط پیام است که هنوزم فرصت است. دست بردارید از این جنایت ها، کارنامه خودتان را از این بیشتر سنگین نکنید، چون که اون مادر فرزند دارد. اون مادر اگر فرزند نسبی خودش دست به کار نزد، متاسفانه بعضی از فرزندان
غیرت و ناموس ملیشون را از دست دادند، ولی اونها فرزندان ایمانی دارند. فرزندان این ملت همه فرزندان اون مادرانی است. اون مادری که شما اذیتش میکنید، مادری شهرت، مادری اسلامی دین، مادری جنت الله، اون مادری که خانهش را خراب کردید، خانه‌ای که با دستان خودش ساخته بود، با جای آنکه حکومت برای اونها خانه بسازد، بدانید که اونها اگر فرزند نداشته باشند این ملت اونها را به صاحب نخواهد گذاشت. روز میرسد که شما در نزد این ملت جواب خواهید گفت و این مادران برای این جنایت‌های شما شاهد خواهند بود. بنابراین از حالا این پرونده خود را هر چقدر که میتونید سبک کنید. بله امروز غیرت و ناموس ملت را شکستید، البته تا حد شکستید و نه از همه را شکستید، ولی از اکثریت را شکستید. ملت تاجیک دیگر اون ملت با ننگ و ناموس، اون ملت جسوری که در تاریخ میخوندیم، در ادبیات میخوندیم، با اون حماسه و با اون انگیزه دیگر نیست. اما این شجاعت و ننگ و ناموس و جسارت باید به این ملت برگردد. ما نباید اجازت بدهیم، ملت اجازت بدهد که یک سرباز مسلح تاجیک را نفران بی سلاح همسایه کشور به زمین افکنند، تحقیر کنند، سلاحش را از دست بگیرند. چرا اون همسایه های ما توانستند بدون سلاح با جسارت در خاک ما این جنایت را علیه سرباز ما انجام بدهند و چرا نتوانست یک تاجیک سرباز با سلاح در برابر همسایه بی سلاحش ایستادگی کند؟ برای آنکه اون ملت قرغیز ملت جسور است، ملت شجاع است. حکومتش هیچگاه نتوانست و شاید نخواست که شجاعت و جسارت ملتش را بشکند. اما شما به ننگ ها، به ناموس ها کار کردید که شجاعت ملت را شکستید، میان ملت را شکستید، ملت را به یک توده ترسو تبدیل دادید، به یک توده خوشامدگو تملق کار تبدیل دادید. ملا تملق میکند، خوشامد میگوید، شاعر تملق و خوشامد مینویسد، ضیایی از اون بدتر، روزنامه‌نگارها از اون بیشتر. ملت در مجموع به یک ملت ترسو و خوشامدگو تملق کار متاسفانه تبدیل شد. وقتی که این ملت در داخل کشور خودش حقوقش پامال می شود، از میلیسیونر می ترسد، از امنیت می ترسد، از رئیس جماعت و حتی از همسایش می ترسد که به مقامات خبر می کشد، چگونه این ملت می تواند در برابر همسایه کشور خود را حمایت کند؟ چگونه این ملت می تواند این مهاجرش در برابر پلیس کشورهای دیگر، در برابر مقامات مهاجرت کشورهای دیگر از حقوق خود دفاع کند؟ و این است که ملت خار شد، ملت به صاحب شد، برای آنکه شما در داخل کشور میان این ملت را شکستید، ملت را بی ناموس و بی ننگ و بی غیرت کردید. اما بدانید که نتونستید همه این ملت را به یک توده تبدیل بدهید. هنوز هم خدا را شکر هستند، زنده‌اند کسانی که آمادند این روحیه را از نو احیا کنند، به ملت هدیه کنند، برگردانند. شما مطمئن باشید که کاوه ها در راهند. ضحاک هم حکومت داشت، قدرت داشت و خود را حکومت قانونی می حسابید و هر کاری که نسبت ملت میکرد فکر میکرد که در چارچوب قانون است، برای منفعت های دولت و حکومتش است. اما وقتی که کار به استخوان رسید، کاوه بدون سلاح در برابر ارتش ضحاک قد برافراخت و با دستان خالیش با کمک مردم و ملتش ضحاک را از بین برد. و من فقط ضحاک و کاوه را مثال آوردم. تاریخ ملت ما مالامال از این حادثه و از این حالت ها است. شما که میدونید و امروز با هممون با واسع فخر میکنیم که یک قهرمان ملی است، یک انسان مبارز است. واسع چیکار کرد؟ واسع علیه حکومت ظالم و کسی که بالای مردم اندازهای بیشمار را وارد کرده بود، باج و خراج ظالمانه را تحمیل کرده بود و ظلم کرد، قیام کرد. حکومت امارات بخارا هم حکومت خود را قانونی میدانست و هر کسی را که علیه او شورش میکرد و قیام میکرد او را جنایتکار میدانست. واسع را هم جنایتکار میدانست، خائن میدانست و به همین خاطر او را اعدام کردند، به قتل رساندند، به دار آویختند همچون یک جنایتکار. اما برای مردم و حتی برای شما هم که عیناً دارید جنایت های امارات بخارا را بالای مردم تکرار میکنید، این ملت واسع دارد، حتما ضد شما قیام خواهد کرد و اون روز دیر نیست. اگر که واسع برای ما قهرمان است که ضد حکومت ظالم مبارزه برده بود، کاوه قهرمان است، اگر مقنع قهرمان است،
اگر دهها و صدها مبارزان دیگر از ملت‌های دیگر هم مثل نیلسون ماندلا هم که در زندان 26 سال بود و برای حکومت آفریقای جنوبی تروریست بود، جنایتکار بود، خائن بود، بالاخره او آزاد شد، مبارزش را دوام داد، پیروز شد، رئیس جمهور شد و همچون قهرمان ملی به خاک سپرده شد. در زمانش تمام این مبارزین برای حکومت‌های ظالم زمان خود خیانتکار بودند، جنایتکار بودند. حتی پیامبران، حتی حضرت عیسی مسیح برای حکومتداران روم زمان خود یک جنایتکار بود، برای همین قتلش کردند اگرچه پیامبر بود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای اشراف زادگان قریش یک جنایتکار بود که میخواست، اونا تهمت میکردن که میگفتن این ثبات را از بین میبرد. و تمام این مبارزین، زید سعیدوف هم برای از نگاه شما جنایتکار است، محمد رضا اسکندر هم، محمد علی حییتم، بزرگمهر یاروف هم، اما از نگاه ملت اینا قهرمانند و ادامه دهنده راه کاوه و راه واسه، راه نیلسون ماندلا و دهها قهرمان‌های بشر. پس بدونید که دیر نیست اون روز که جایها عوض خواهند شد. و همین خاطر من در این پیام خود اگرچه طولانی شد بار دیگر شما را تذکر می‌دهم که دست بردارید از این جنایت‌ها و به خودتان کمک کنید، به کسی دیگر نه. حتما این پول‌ها برگردانده میشن، حتما این عدالت برقرار کرده میشود، حتما تاجیکستان دارای یک حکومت مردمی در نتیجه انتخابات شفاف خواهد بود، حتما تمام حزب و حرکت‌ها از نو آزاد و فعالیتشون برقرار خواهد شد. اما جنایتکار و گناهکار اون روز شما خواهید بود. البته ملت تاجیک ملت بخشنده است، ملت رحمدل است. ما یک بار در صلح تاجیکان این را اثبات کردیم. با وجود این همه جنایت‌هایی که از دو طرف صادر شد، ملت یکدیگر را بخشید. البته بعداً معلوم شد که شما بخشیده بودید. شما این کینه و نفرت را، البته منظور من فقط یک نفر است و اون کسانی که در اطراف او کرکرانه جمع شدند، معلوم شد که شما اون خنجر و اون سنگ رو در بغل نگه داشته تا به یک فرصت دیگر. اما ملت یکدیگر رو بخشید، با صدری باز، با سینه‌ای باز، با دلی باز یکدیگر رو با آغوش کشید. و شما دیده بودید، همه میدونن که از سال 97 تا 2010 تقریبا تاجیکستان چقدر رشد داشت، تاجیکستان چقدر رو به انکشاف بود. در تمام گزارش‌های بین‌المللی نام تاجیکستان در گروه کشورهای بود که رو به ترقیات است. بنده خودم تقریبا صدها سخنرانی در خارج داشتم برای تبلیغ نمونه تاجیکستان که چگونه همزیستی مصالحت‌آمیز بین تمام احزاب و تفکر و جهان بینی است. اما شما به خاطر منصب، به خاطر آنکه قدرت را برخلاف کنستیتوسیا، برخلاف سازشنامه صلح نگه بدارید، بعد به فرزندان خودتان بدید که در یگان قانون نیست، در یگان فرهنگ سیاسی وجود ندارد، شما هم به قانون خیانت کردید، هم به سازشنامه خیانت کردید، هم به آرمان‌های مردم. اما بدانید که مردم باز هم احتمال دارد شما را ببخشد به شرطی که از این جنایت‌های خود دست بکشید. هر چه زودتر زندانی‌های سیاسی را آزاد کنید، هر چه زودتر پول مردم را برگردانید از خارج و هر چه زودتر این شرایط را برای شرکت همگان برای شرکت در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وطن فراهم بسازید. وگرنه شرمنده‌وار مثل هر دیکتاتوری دیگر از صحنه خواهد رفت و برای این جنایت‌ها در نزد ملت، در نزد قانون جواب خواهد گفت. خب من در اینجا این صحبت خود را به انجام میرسانم. بار دیگر هموطنان عزیز، یکی شما را به فرارسی این عید سعید تبریک میکنم و امید دارم که در دعاهای خود ما را فراموش نخواهید کرد، بخصوص اون پدران و مادرانی که از ما امید دارند، در وطن تحت شکنجه هستند، اون بزرگوارانی که میشناسند. ما صحبت ها داشتیم در گذشته، با هم رفت آمد داشتیم و میفهمیم که امروزها خیلی برایشون دشوار است تماس گرفتن، صحبت کردن و اصلا در این شرایط دیگر ضرورت ندارد. اما بدونند که ما همیشه در دعای اونها هستیم، در فکر اونها هستیم و باور هم داریم که اونها هم در فکر فرزندان خود در خارج هستند، دعاگاه هستند در حق ما. و بدونید که دور نیست آن روز که انشاءالله باز دیده به دیدار خواهد رسید و ما با شما در پهلوی یکدیگر قرار خواهیم گرفت. اما فعلا از شما التماس دعا داریم
التماس رساندن پیام به دیگر مردم شریف و عزیز داریم. تا صحبت‌های بعدی شما را به خداوند یکه و منان می‌سپارم. خداوند نگهبانتون باشد.